مرحوم قاضی که اهل تهجد و نماز شب بود، آنقدر مواظب اعمال و رفتار خود بود که حتی حاضر نبود عبادت و نمازش برای دیگران و حتی خانواده و فرزندانش ذره‌ای مزاحمت ایجاد کند. به همین جهت در مدرسه قوام حجره‌ای برای این کار گرفته بود. آیت الله سید محمد حسینی همدانی میگوید در سال 1347 قمری که من در مدرسه قوام نجف اشرف بودم، روزی سید علی آقا به مدرسه آمد و از متصدی آن حجره‌ای درخواست کرد و او نیز با کمال احترام پذیرفته و حجره کوچک در طبقه فوقانی در اختیارش گذاشت. بعد معلوم شد که قاضی حجره را به عنوان مکان خلوتی برای تهجد و عبادت می‌خواستند، چون تصور می‌کردند تهجد ایشان شب هنگام در خانه باعث مزاحمت بچه‌ها می‌شود. به همین خاطر شب‌ها حدود ساعت 12 که معمولاً طلبه‌ها برای آمادگی جهت درس‌های فردا به استراحت می‌پرداختند، شب زنده‌داری قاضی آغاز می‌شد. تأکید سید علی آقا قاضی بر نماز شب. علامه سید علی آقا قاضی سفارش‌های اکیدی بر شاگردان خود داشت که نماز شب را اقامه کنند. علامه طباطبایی میگوید چون به نجف اشرف برای تحصیل مشرف شدم، به خاطر قرابت و خویشاوندی به محضر قاضی رفتم. روزی کنار در مدرسه ایستاده بودم که مرحوم قاضی از آنجا عبور میکرد. چون به من رسید دست خود را بر روی شانه من گذاشته بود و فرمود: ای فرزند، دنیا میخواهی نماز شب بخوان و آخرت میخواهی نماز شب بخوان. امام زمان هنگام ظهور به اصحاب خاص خود چه میفرماید؟ علامه طباطبایی میفرمود مرحوم استاد ما قاضی میفرمودند که حضرت در موقع ظهور به اصحابش مطلبی میگویند که همه آنها در اطراف عالم متفرق و منتشر می‌گردند و چون همه آنها دارای طی الارض هستند، تمام عالم را تفحص می‌کنند و می‌فهمند که غیر از آن حضرت کسی دارای مقام ولایت مطلقه الهی و مأمور به ظهور و قیام و حامی همه گنجینه‌های اسرار الهی و صاحب الامر نیست. در این حال همه به مکه مراجعت می‌کنند و به آن حضرت تسلیم می‌شوند و بیعت می‌کنند. مرحوم قاضی می‌فرمود: من می‌دانم آن کلمه‌ای را که حضرت به آنها می‌فرماید و همه از دور آن حضرت متفرق می‌شوند چیست. ماندن فرزند علامه طباطبایی با سفارش علامه قاضی. علامه طباطبایی می‌فرمود من و همسرم از خویشاوندان نزدیک حاج میرزا علی آقا قاضی بودیم. او در نجف برای صله رحم و تفقد از حال ما به منزل ما می‌آمد. ما قرارن صاحب فرزند شده بودیم، ولی همگی در همان دوران کوچکی فوت کرده بودند. روزی مرحوم قاضی به منزل ما آمد در حالی که همسرم حامله بود و من از وضع او آگاه نبودم. موقع خداحافظی به همسرم گفت: دخترمو، این بار این فرزند تو میماند و او پسر است و آسیبی به او نمیرسد و نام او عبدالباقی است. من از سخن مرحوم قاضی خوشحال شدم. خدا به ما پسری لطف کرد و برخلاف کودکان قبلی باقی ماند و آسیبی به او نرسید و نام او را عبدالباقی گذاردیم.